بله، رامین رضاییان عزیز مهمون فوتبال برتره. قبلا میگفتیم یکی از موفق ترین، واقعا لحاظ آماری الان موفق ترین بازیکن در تاریخ رقابت‌های جام جهانی، که این تایتل خیلی تایتل مهمیه. وقتی یه جمله قبلش تاریخ میاد خیلی به نظرم تایتل مهمی میشه که رامین با توجه به عملکردش تو این جام جهانی و جام جهانی قبلی تونسته به این مهم برسه و واقعا بهش تبریک میگم اول به خاطر عملکردش تو جام جهانی و خیلی خوشحالم که امشب با هم دیگه گپ مرسی از تعریفتون. سلام و عرض ادب میکنم خدمت شما و مردم شریف ایران. امیدوارم که صحبت‌های خوبی داشته باشیم. ولی اول برنامه آقای میثاقی عزیز، من یه ذره تو این چند روزه یه سری اتفاقات افتاد. می‌خواستم یه 5 دقیقه 10 دقیقه اجازه بدید من یه صحبتی رو شروع کنم. کلیات خودت شروع کن، بعدش میریم جلو. خیلی از سوال‌های شما در صحبت‌های من باشه، یعنی جواب‌هاش. حتما. من روزی که وارد باشگاه بزرگ استقلال می‌خواستم بشم، مطمئناً خیلی جاها صحبت شده بود، خیلی حرفا شده بود. همیشه باشگاه استقلال و هواداراشون به من لطف داشتن. چون موقعی که تو پرسپولیس بزرگ بودم، داشتم میرفتم، یه پستی دارم که نزدیک 250,000 تا اون زمان کامنت اومده بود که استقلال من لطفش که بیام استقلال. چه زمانی که تو سپاهان بازی میکردم همیشه این لطف به من داشتن. و موقعی که وارد باشگاه بزرگ استقلال شدم میدونستم کجا قراره برم بازی کنم و روز قراردادم قسم خوردم به شرافتم که تا آخرین روز قراردادم تو زمین فوتبال براشون می‌جنگم. نه اینکه جنگیدم تا آخرین روز قراردادم، بلکه بیرون زمین تعصبشون رو کشیدم. بیرون از موقعی که حق تیمو داشتم می‌خوردم، رفتم کنفرانس صحبت می‌کردم، مصاحبه می‌کردم. به گفته خیلی از اون کارشناسان عزیز، تو همون سالی که من سال اول استقلال ما بود، ما 5 تا مربی رو عوض کردیم فکر کنم. مدیریت عوض شد، سرپرست عوض شد. سال بسیار سختی بود که تو همون سال من تونستم نزدیک به 12 تا گل بزنم فکر کنم، نزدیک نمیدونم 6 تا 7 تا پاس گل بدم. و طبق گفته خود کارشناسان، گفته خود هواداران، روز بازیکنای تاثیرگذار استقلال بودم که تهش با قهرمانی جام حذفی تمام شد. حتی آسیایی و مراحل بالا رسیدیم تو لیگ نخبگان. بعد خیلی از عزیزانی که امروزه میان صحبت میکنن که رامین تیم ملی رو مدیون استقلاله، من تنها سال فوتبالی که به اردوی تیم ملی دعوت نشدم آقای میثاقی همون سال اولی بود که در استقلال بودم. چون اوضاع تیم خیلی بد بود. اصلا من میخوام بگم عملکردی بدی نداشتم فردی. در همون سال. و میتونستم دعوت بشم به تیم ملی ولی جنگیدم. اصلا استقلال برای من یه تیم ملی بود. هواداراش انقدر منو تشویق میکردن، انقدر بهم روی داده بودن، برای من یه تیم ملی بود. و سال بعد شروع شد، من هم با همون جنگیدم، با رویاتی که داشتم، با اتفاقاتی که افتاد، شروع کردیم با مذاکره کردن. من شدم بازیکن آزاد، قراردادی با استقلال نداشتم. شروع کردیم با مذاکره باشگاه. بله، پایان همون سال. خب بعد با استقلال مذاکره کردیم، رفتیم آمدیم، مذاکره یه گفتگویی انجام میشه، یه حرفی گفته میشه از طرف من، یه حرفی از طرف باشگاه گفته میشه. مسائل حرفه‌ایه بین بازیکن و باشگاه که اتفاقات انتهاش باعث شد قرارداد جدید دوباره با استقلال ببندم، امضا کنم و شروع فصل شد. بازی کردم، با عملکردی که داشتم در تیم ملی زمان آقای امیر قلعه‌نویی دعوت شدم به تیم ملی و رفتم تو اردو، خوب کار کردم، برگشتم اومدم به استقلال. یه سال دعوت نشده بودم آقای میثاقی. من میدونستم این جایگاهی که به دست آوردم به سختی بسیار کشیدم، تنهایی بسیاری رو سختیاشو تحمل کردم که رفتم تیم ملی. اومدم یه بازی رو نیمکت نشستم، 2 بازی رو نیمکت نشستم، 3 بازی، 4 تا بازی، 5 6 7 8 تا بازی رو نیمکت نشستم. صدام در نیومد، نه حاشیه‌ای برای تیم صحبت کردم، نه مصاحبه‌ای کردم. شخص آقای مربی آقای ساپینتو تو اون لحظه از زمان من تفکرات تاکتیکی ایشون نبودم. هیچ ایرادی نداره، هیچ گله‌ای نیست، ولی منم باید با آینده خودم فکر کنم. من اونجا در اون مسیر تنها ترین بودم آقای میثاقی. میرفتم سر تمرین، غیر هم تیمیام که کنارم بودم، نه سرمربی تیم کنارم بود، هوادارا که همیشه به من لطف دارن، نه مدیریت کنار من بود. تو اون دوره از زمان هیچ کسی کنارم نبود. تمرینای خیابونی من شروع شد به خاطر اینکه اجازه نداشتم برم سر تمرین. آقای ساپینتو گفته بودن بله، حالا اینا رو خیلی از هوادارامون نمیدونن. من جزئیات باشگاه امروزه اگه دارم میگم به خاطر اینکه گذشته، نه به خاطر اینکه خیلی اتفاقات افتاده. مگه میشه در مورد من این صحبت ها رو بشنوم اذیت نشم؟ به خاطر اینکه جون و دلی همیشه جون و دلی برای این تیم زحمت کشیدم. و امروزه
اون اتفاق افتاد که زمان آقای ساپینتو و من شروع کردم فکر کردن، دیدم به این خانواده نمیتونم کمک کنم. آقای میثاقی مگه میتونم بازیکن رو نیمکت بشینه به این خانواده بتونه کمک کنه؟ تو سال منتهی به جام جهانی، سالی که رویای فوتبالیست بازی کردن، جاییه که برای ملتت، برای مردمت قرار بازی کنی و من اینو در شایستگی خودم میدونستم. شاید هیچ کی منو تو اون زمان باور نداشت که من برم جام جهانی، هیچ کی. شاید 90% شاید رأیگیری شما می‌کردید از خود هوادارهای استقلال، خود مربیان، خود مدیریت، هیچ کی این باور رو به من نشون میدادن که ما نداریم بهت با رفتارشون. من خیلی اذیت شدم آقای میثاقی، من تنها تری بودم در این زمان. من اصلا باورم من همون سال قبلش اینقدر مشکل داشتش برای تمرین. حتی اون میگم حتی مدیریت هم مخالف این مربی بوده، ولی این وسط از من داشت استفاده میشد. این وسط نتیجه گرفتن، نتیجه نگرفتن، اتفاقای بد داشت رو رامین رضاییان خراب میشد. گفتم چرا من تو این بازیه باشم وقتی قرار رو نیمکت باشم؟ کمکی از دست من بر نمیاد. اونجا به خاطر استقلال، به خاطر منافع استقلال، منی که سال قبل اونجوری جنگیدم، اونجوری براش فوتبال بازی کردم، وظیفه من بود، پول گرفتم، منتی هم نیست، ولی من همیشه فراتر از وظیفه‌ام تو زمین میجنگم. یه چیزی تو خون منه، من نمیدونم چه جوریه ولی تو خون منه. ولی شروع کردم به فکر کردن، گفتم پس من نمیتونم به استقلال، بذار بس استقلال با احترام برم. پیشنهادامو دیدم خانواده فولاد واقعا خواستنش یه خواستن دیگه ای بود از من که من برم تو فولاد بتونم کمک کنم و خانواده فولاد بالعکس منو کمک کنه. بعد اومدن من اینجا باید اینو بگم، آقای گرشاسبی و هیئت مدیره عزیز در اون زمان، آقای گرشاسبی با پرسپولیس بزرگ رفته فینال باشگاه آسیا، به خاطر من اومدش تو باشگاه استقلال. خودش اومد؟ بله خودش اومد، مدیری که تا به امروز هیچ دفتری پا نذاشت به خاطر بازیکن، ولی به خاطر من این کارو کردن. دستشون هم میفشارم چون فهمیده بودم من تنها ترینم الان. و مدیریت باشگاه اونجا پول میخواست از باشگاه فولاد. برای چی؟ برای اینکه تا آخر فصل من قرار داشتم رضایت منو کامل بده، من برم فولاد و آخر فصل هم بازیکن آزاد میشدم. مبلغ 20 میلیارد الی 30 میلیارد از باشگاه فولاد طلب پول کرده بودن و باشگاه فولاد این مبلغ حالا به خاطر جنگ 12 روزه‌ای که ما داشتیم، باشگاه فولاد شرایط نابسامانی در نظر مالی داشت. گفتم بله، گفت ما واقعا نداریم این اتفاقات. گفت نه، ما اگه پول نگیم رایگان که رابطه نمیتونیم. اینا خیلی راحت اوکی بودن با شرایط مالی منو بدم به باشگاه فولاد. و ما فکر کردیم، گفتیم با وکیلم صحبت کردم، با وکیلم به این جمع رسیدیم بیایم یه قرارداد سوری ببندیم، به خاطر این پنجرهشون بسته بوده در اون زمان. یه قرارداد سوری ببندیم، همون قراردادی که سال قبل بوده کپی پیست کنیم، همونجا یه بندی میذاریم که این بنده قرارداد منه، که ما گفته بودیم در اون زمان 10 میلیارد نمیدونم 5 میلیارد 10 میلیارد بذاریم که اگه دو طرف هم دیگه نخواستن تو اون فصل تو اون بعد از زمان پول بشه، که حتی هیئت مدیره عزیز غیر آقای تاجرنیا که من خودم به شخصه حالا دوستش دارم آقای تاجرنیا رو، گفتن نه این مبلغ زیاده، احتمال اینکه موتور نخوایم زیاده، پنجره‌مون باز میشه. دقیقاً حرف هیئت مدیره شونه. جدی میگی؟ پنجره‌شون باز میشه. آره گفتم پنجره. خب من اونجا اون لحظه تفکرات اینا بازیکن تموم شده بودم آقای میثاقی. یعنی اصلا گفتن 5 تومن 10 تومن هم زیاده؟ نه گفتن زیاده، به خاطر اینکه گفتن خب تمومم من. ما نمیخوایمش دیگه. ما نمیخوایمش دیگه، یعنی رامین بره فولاد دیگه تمومه. فکرشو نمیکردن بشه نیم فصل جام جهانی و فولاد اصلا من اون لحظه گفتم آقا پس بیایم بزنیم 100 میلیون، به گفته وکیلم بزنیم 100 میلیون، دو طرف هم اذیت نشن. این بنده کی بود تاریخش؟ این خیلی مهمه هوادارا، اینو واقعا شما باید بدونین عزیزای دلم. این بنده کی بوده؟ 3 روز بعد جام جهانی، یعنی موقعی که من اومدم 3 روز بعدش بنده فسخ من میتونست انجام بشه، یعنی من با 100 میلیون یا باشگاه با 100 میلیون قرارداد دو طرف فسخ بشه. که من از جام جهانی مسافرت نرفتم آقای میثاقی، هیچ جا نرفتم. گفتم به وکیلم گفتم برو جلسه بذار لطفاً با باشگاه استقلال، که با سختی به خواسته خودمون جلسه گذاشتیم. من اون زمان همسایه‌مون برای من گل و شیرینی گرفت، کسی که کارکنم ساختمونم بود شاید برای من گل گرفت، به خاطر زحماتی که میگه برای تیم ملی کشیدی، میگه جون و دلی تلاش کردی برای تو این گل. رفتم باشگاه استقلال، یه گل هیچی. رفتم اونجا نشستم صحبت کردن. منی که آقای میثاقی، اینو رابلای صحبتم بذارید اینجا رو بگم، برگردیم به این نیم فصله که خیلی مهمه اینجا، بعدش برمیگردیم به اینجا. من داشتم فراموش می‌کردم این نکته رو، که من رفتم باشگاه فولاد اومد صحبت کرد که اون بنده رو گذاشتیم، موافقت شد من برم باشگاه فولاد. درست آقای میثاقی؟ نیم فصل من رفتم باشگاه فولاد. من جام جهانی رو اینجا جلوی دوربین میگم، من مدیون خانواده فولادم. من رفتم اونجا، آقای گرشاسبی، آقای خاکبازان، آقای ابراهیمی،
رئیس کارخونه، آقای آرمین مرادی، آقای یحیی گل محمدی عزیز که از من خواست تو اون دوره از زمان که متاسفانه من افتخاری نشد دوباره با ایشون کار کنم، شخص آقای حمید مطهری، آقای میثاقی عزیز، اینا با جون و دل برای من زحمت کشیدن. من رفتم اونجا، ساسان انصاری عزیزم اولین روز اومد گفت پنالتی تیم شد شما میزنی. داره که فرشاد احمدزاده که یه روز ازش گله دارم با یه مصاحبه ناراحتم کرد، تو زمین جوری برای من جون و دلی بازی میکرد که میگفت تو باید بری جام جهانی. محمد قریشی دفاع آخر سمت راست من، به نظر من به حقش اگه تو این فوتبال میسی 50 تا بازی ملی داشت، انقدر فوتبالیست بسیار قابلیه. حامد لک گلری که با اخلاق خاصش خودتون میدونید به من همیشه احترام گذاشت و احترام کل تیم میخواستن که تو بری جلو. این خانواده، یعنی من واقعا کیف کردم و به من کمک کردن. امروزه باید بگم من که تموم شده بودم از نگاه خیلیا، رفتم فولاد به من کمک، همه چی خودم نیستم، خدای بزرگ اونجا بود، خانواده فولاد بود کمک کرد. جالب رامی این حرفا رو میزنی، خیلی حرفای بزرگیه خاصیه دیگه، از رامی میشنوه آدم جالبه. بعد من رفتم جام جهانی، خیلی مهمه این صحبتم، خیلی مهمه. رفتم جام جهانی، منی که اصلا قرار نبود به جام جهانی برم. شما میدونید بازیکنی که ورود بزنه به جام جهانی مبلغ 450,000 یورو برمیگرده باشگاه استقلال. من اگه تو استقلال رو نیمکت بودم، اگر اون باوره بود و من بازی نمی‌کردم، قرار نبود به جام جهانی. امیرخان قلعه‌نویی بازیکنی که بازی نمی‌کرد رو به جام جهانی نمی‌برد. من که دعوت نشده بودم قبلش اردو تیم ملی. رفتم با باشگاه فولاد به جام جهانی، برای این تیم 450,000 یورو برای باشگاه بزرگ استقلال درآمدزایی کردم. آقای میثاقی شما بگو 300,000 یورو که پول ما اینو بگم میشه 100 میلیارد تومان درآمدزایی کردم، در صورتی که منی که میتونستم هیچ درآمدی برای استقلال نداشته باشم. رفتم جام جهانی با اون عمل کردم، اومدم ایران به خواسته خودم، به خاطر بندی که داشتیم 3 روز بعد فصل میشد رفتم باشگاه استقلال. من دیدم بلافاصله برگشتی تهران. بلافاصله فقط به خاطر این قرار 2 روز بعدش رفتی سفر. با آقای تاجرنیا. آقا سلام، حالا تکلیفمون چیه؟ آقا تاجرنیا خیلی آدم تحصیل کرده، خیلی آدم باسوادیه، من دوستش دارم. صحبت کردیم با ایشون، گفتیم آقا درخواست جلسه از سمت شما بود. بله، درخواست جلسه از من بود. 3 روز دیگه این بنده هست، ما میتونیم جدا بشیم، شما میدونید. گفته بله ما میدونیم شرایط اینجوریه. من یه مسائل حرفه‌ای بین بازیکن و مدیریت باشگاه، خب یه قراردادی بوده که خودشون میدونن سوری بوده، گفتیم آقا بیا مذاکره کنیم. من گفتم مبلغ اینجوری، باشگاه گفت اینجوری، گفته 3 روز به ما وقت بده، 4 روز با احتمال شدنیه. شما رد نکردن. خب من آدم بسیار اعتقادی هستم، به خدا قسم همین صحبتایی که دارم میگم یک واو شای کنار بذارم. گفتن که 3-4 روز به ما وقت بدید، ما به شما خبر میکنیم. روز بند فسخ من اون تاریخش اومد که 3 روز بعدش من ایران موندم که ببینم چه خبره، چه تو بعد برم یه جایی مسافرت، یه جایی برم. دیدم آقا خبری نمیشه، کسی زنگ نمیزنه به من، اصلا هیچ حس و حالی وجود نداره. شما میدونید آقای میثاقی، خواستم باشه قبلش هم بود، سال قبلش بود، مذاکره میکردیم، رفت آمدی بود، گفتگویی بود، ولی هیچ گفتگویی نبود. من گفتم آقای تاجرنیای عزیز، تکلیف من این بند الان 100 میلیون فسخ میشه. گفتم خب ما فکر کردیم ولی گفتیم که خب بیاین یه کاری بکنیم. من احساس میکنم آقای شهیاد مداری نتونستیم پیدا کنیم، با ایشون بتونیم ارتباط بگیریم، مسائل مالی باش صحبت کنیم، بتونیم بگیم چقدر به شما بدونیم پیشنهاد بدیم، چقدر ندیم. گفتیم بیا یه کاری بکنیم، این بنده رو ما تمدید کنیم. خودمون گفتیم آقای میثاقی یه هفته 2 هفته تمدید کنیم، شاید مذاکره انجام شد. شما فکر کنید به خاطر شرایط جنگی که تو کشور بوده، شرایط اقتصادی بدی که تو کشور بوده، شما فکر کنید. من رفتم مسافرت، آقای میثاقی یه تماس با من گرفته نشد. آقای میثاقی بذارید من اینو بگم، من تو جام جهانی بعد بازی نیوزلند دیدم آقا سهراب با استقلال قرارداد بست. بعد بازی نیوزلند با اون عمل کردم، هر کسی جایگاه مثلا من بود تو زمین فوتبال، محو جام جهانی اتفاقات بود. آقای میثاقی من کسی که آقای سهراب کاپیتان من بود در سبا باتری، مربی من بود در همین استقلال بزرگ، 8 تا بازی 9 تا بازی که من بهترین عمل کردم داشتم. شمس آذر تونستیم ببریم بازی جام حذفی، بازی به مهمی رو، تو بازی الریان آسیایی بهترین بازی رو کردم، بازی با الریان. کمک حال استقلال، کمک حال آقا سهراب بودم در اون زمان. جام حذفی بعد همون اتفاقات، بعد نیوزلند، با اینکه اون اتفاق افتاد، من تکست دادم به آقا سهراب، وایس دادم، گفتم آقا سهراب
من به شما تبریک میگم برگشتتون رو به خانواده استقلال. امیدوارم آرزو بهترینا میکنم. امیدوارم به استقلال کمک کنید و خیلی هم خوش آمدید به خانواده استقلال. ایشون هم خیلی تشکر کردن از من، با اینکه قبل جام جهانی من تفکرات تاکتیکی ایشون نبودم. شما حتی اگه ببینید در 11 نفری که ایشون قبل جام جهانی میشینه من حضور ندارم، هیچ گله‌ای نیست. فقط اینا رو میخوام بگم کم کم به اون پروسه زمان برسیم که من به مرور زمان متوجه شدم در تفکرات تاکتیکی آقا سهراب جایی ندارم، هیچ ایرادی نداره. مگه شما الان میبینید به مردم عزیز میگی مسی دوست رونالدو، یه سری میگن مسی، من قراره مگه من بهترین بازیکن دنیام؟ ولی تو گفتی اینو به من بگید من تکلیفمو بدونم. آقا به من صادقانه بگید، این که برید پشت پرده یه صحبتایی بشه. شما قراردادی میدونید که قرارداد سوریه فقط اون بنده مهمه، چرا میگید آقای تاجری؟ من فقط گلم اینه چرا با مصاحبهاتون من اذیت میکنید؟ چرا با حرفهایی که به هوادارهای عزیز میزنید من اذیت میکنید؟ آقا سهراب شما میدونید من قراردادی نداشتم، اون بنده مهم بود که میتونست فصل بشه. شما با خیلی از بازیکن‌ها تماس گرفتید، گفتید مشکلت چیه؟ گله‌ای بوده، گفته چرا سر تمرین نمیای؟ ما باهاشون صحبت کردیم، شما به من یه زنگ بعدش نزدید. میتونستید به من زنگ بزنید، میتونید صادقانه با من صحبت کنید. که گفتن ما منتظر رامین بودیم که بیاد سر تمرین و نیومده و بازیکنی که نیومده سر تمرین ما دیگه نمی‌خوایم. همون صحبتی میشه فضای مجازی دیگه. قراردادی نبوده. اگه من یه سوال دارم آقای میساقی، اگه قراردادی بوده باشگاه نمیتونست منو جریمه کنه؟ باشگاه نمیتونست ایمیل به من بزنه که چرا رامین سر تمرین یا با وکیلت؟ آقا اینا چرا اگه آقای تاجری امروزه میاد توییت میزنه از رامین تشکر میکنه چون دیده من تلاش کردم برای موندنم در استقلال. حالا رامین تو شرط عجیب غریبی گذاشته بودی برای تمرین. آقا اصلا من هر چی بگم مذاکره است، گفتگو، خواستن زنگ تلفن. یه بار به من زنگ نزدن تو این مدت، تمام جلساتی که گذاشته به اصرار وکیل من بوده که ما حتی مدیریت برگشته آقای تاجری به وکیلم گفته آقا ولی ما میخوایم رامینو، من رامینو میدونی چقدر دوست دارم، ولی صحبتایی بوده حتی یعنی ولی ادامهش این بوده رامین که سرمربی رود نظر نداشته. من میگم چرا این ایراد واضح نمیگم. آقا ایراد چرا صادقانه نمیگیم؟ نمیشد آقای میساقی با من یه تماس بگیره مشکل من چیه؟ رامین چرا سر تمرین نمیاد؟ شما التیماتوم به بازیکنی دادی که قراردادی نداره. قرارداد آقا سهراب شما میدونستید، آقای تاجری اینو میدونست. من میگم باشگاه آقای سهراب زنگ میزد میگه رامین بیا به خاطر هوادارا انقدر نگیر، بیا به خاطر من انقدر نگیر. اگه میگفتم نه آقا سهراب حق داشت که امروز بگم به من رامین الان میگفتش آقا گفته انتومن ما گفتیم نه، ولی اصلا پیش آقای تاجری به رو خط بگه ما به رامین گفتیم انقدر، رامین گفته نه من همونقدر میگیرم. بیاد رو خط بگه اصلا به من نگفتن آقا بیا مذاکره بیا من آقا اینم بگم من یه پولی برای فسخ زدم ولی فسخ نکردم. من اون پول روز اول زدم ولی فسخ نکردم. طبق قانون فسخ وقتی انجام میشه شما ایمیل به باشگاه بزنید. بله رسما. در روز آخر کی این کارو کرد؟ باشگاه استقلال رو من فسخ کرد. من فسخ نکردم آقای میساقی که تا آخرین روز من منتظر بودم باشگاه استقلال به من احترام بذاره، یه زنگ بزنه بگه بیا صحبت کنیم. یه چیزی هم به شما بگم مطمئن شید سر نخواستنم. آقای چشمی 7 روز پیش به من تماس گرفت، 8 روز پیش بود. گفت رامین جان چیکار می‌کنی؟ خب ما رفاقتی هم با هم دیگه داریم دیگه. گفتم آقا روز به کسی با من مذاکره نمیکنه، کسی به من زنگ نمیزنه. آقا روز به من یه قیمتی گفتم یه مذاکره‌ای به انجام بشه، گفته بذار من با آقا سهراب صحبت میکنم شب بهت میگم. هنوز داره آقای چشمی به من زنگ میزنه به من خبرش بده. هنوز نظر لیگ داره شروع میشه 4 روز دیگه. خب چرا من میگم آقا ایرادی نداره. مگه حمیدخان مطهری از من بازی گرفته من بهتر نکردم؟ آقای امیرخان قلعه‌ای سخت‌ترین مربی به نظر من باش کار کردمه. به نظر خیلی حساس رو نکتا، خیلی. مگه میشه شما اخلاق نداشته باشی، مسائل حرفی بر نمی‌شی، نزدیک به 10 سال 8 سال حضور در تیم ملی داشته باشی؟ میشه آقای میساقی؟ نه تو این اردو که من واقعا رو دیدم، یعنی خب چرا اذیت میکنید بازیکن مثل من؟ دل منو میشکنید آقا. دل من شکسته، میگه چرا منو میذاری جلو هوادار؟ منی که جون و دلی بازی کردم. بابا به من نگید بی معرفت. میگن پول بابا مذاکره است، احترامه. شما میری یه ساختمونی بخری یه قیمتی طرف میده مذاکره میکنه. آقا من هیچ صحبتی ندیدم از مسئولین. بابا حتی به این نشونی که گفتم پشت پرده که بیاد میشین رو نیمکت، خب من چرا برم تو تیمی دوباره حاشیه بشه، دوباره اتفاقات بد بیفته؟ یعنی گفتن من میگم آقا سهراب عزیز میدونی من بزرگ منی، مربی من بودی، کاپیتان من بودی، دوستت دارم. هیچ ایرادی نداره. تفکر تاکتیکی شما رامین حضور نداره، به خدا هیچ ایرادی نداره. ولی این بازی رو نکنید آقا. همین می‌خواستم بگم اینو اگه میگفتن شاید فشار رو تو برداشته میشد دیگه. میگفتن آقا خب حقش هم هست، میگفتن آقا من براش آرزو موفقیت میکنم ولی نیاز ندارم امسال بهش. این فشارم برمی‌داشت از سمت تو. ولی همچین چیزی آقا من میگم ایرادی نداره ولی اذیت میکنم دیگه. مگه میشه آقا یه زنگ به من نزنن؟
سرپرست تیم مصاحبه می‌کرد رامین چرا سر تمرین نمیاد، مدیر تیم مصاحبه می‌کرد رامین باید بیاد سر تمرین. خب یه تماس نمی‌گرفتید مثلا آقا رامین مشکل دیگه صحبتامو کردم آقا ادامه دادن. من فکر کنم تمام صحبتام در مورد اصطلاح کامل بوده. خدا شاهد اگه کلمه به کلمه دروغ بگم میگم بحث احترامه. من تو فوتبالم آقا میساقی به شما ثابت کردم دوست دارم فوتبال بازی کنم. وقتی این خواستن نشه میشه داستان نیم فصل اول ساپینتو، میشه داستان خیلی از مربیای دیگه. ولی خواستم باشه میشه عمل کردم در تیم ملی با زمان آقای امیرخان قلعه‌نویی، عمل کردم در زمان آقای حمید مطهری، عمل کردم زمان آقای مرایس در سپاهان، عمل کردم به زمان آقای حتی برانکو آقای پرسپولیس که بهترین بازی میکرد، زمان آقای کیروش در تیم ملی. نه تو عملکرد فنیت که رامین به نظر مشخصه، فقط این مشکلات نقل و انتقالاتی که پیش میاد میگن چرا برای رامین این داستان پیش میاد. خب من میگم آقا من میگم آقای میساقی یه چیزی من یه گله‌ای کنم اینجا. تو این مدت من صحبتم از کسایی که امضا میکنن، مدیریتایی که امضا میکنن. ما تو این سالها بازیکن‌های خارجی، من حرف دل من مطمئن باشید تمام بازیکن‌های ایرانی و مربیان ایرانیه، این حرف دل منه. چرا خیلی از بازیکن‌های خارجی که اومدن تو فوتبال ما که شاید تو 20 تا شاید 2 نفر اون کیفیت رو داشتن، یا مربیانی شاید تو 20 نفر 2 نفر یا 1 نفر اون کیفیت داشتن که اومدن با بلد بودن فرهنگ ما رو شناختن، با تعصب آنچنانی 2 ماه حقوقشون رو ندیم رفتن فسخ کردن، پنجره باشگاه رو بستن، پشت سر ملت ما حرف زدن، پشت سر فرهنگ ما حرف زدن. همین چند وقت پیش که مربی پشت سر فرهنگ مردم ما صحبت کرد. چرا ما اجازه میدیم؟ چرا رو اونا زوم نمیشیم؟ چرا بازیکنی چند وقت پیش فصل میکنه میره میایم مذاکره با ایشون میکنیم، براشون احترام قائل میشیم، میگیم بیا صحبت کن باشگاه بدین، ولی برای رامین رضایی اتفاق نمی، برای رامین رضا میشه همه زوم میشیم. چیکار کنم که من سنم 35 36 سالمه ولی کیفیتم بازیکن 25 ساله، دوندگیم بازیکن 25 ساله است. چرا میخواین فوتبال منو زود تمام کنید؟ چرا؟ مگه من خواستم برم جام جهانی؟ بابا خدای بزرگ خواسته که من امروز کنار شما وایسام. من هیچ چی نیستم آقای میساقی، به قرآن هیچ چی نیستم. عزت و بزرگی رو خدا میده که به من امروز داده روبروی شما. تلاش کردی امسال واقعا. به خدا خیلی تلاش کردم. تنهاییام تو فولاد کی بوده؟ من تو شهر فولادی قدم نزدم. همین بعد بازی آقای مطهری وای میشه با من تمرین اضافه میگه تو باید بری جام جهانی بازی کنی، فیکس بازی کنی. بابا تو خیابونای میرفتم تمرین میکردم که اجازه تمرین کو چیکار کنم؟ مگه ما 20 تا چمن داریم؟ میرم تو پارک میدونم فضا ندارم، کجا برم؟ چمن داریم ما برم چمن بدوم؟ چمن باشگاهمون ندارن. چرا میگن یکی سختی میکشه، تلاش میکشه، میخوایم تو فضای. ببین مردم ایران که منو دوست دارم، منم جون و دلی دوستشون دارم. اکثریت مردم یه سریام که هستن لافت و شک انداختن، ببخشید بیان منو بخوان روزای زور، روزای بد منو بزن، یه روز شما رو بزن، یه روز علی آقا دایی رو بیان خدای نکرده کنارشون، یه روز آدمای بزرگی کنارشون میان. مگه همون علی آقای دایی مگه تو فوتبال ما اونجوری بازی نمیکرد، اونجوری عشق مردم نداد؟ ولی بعضی وقتا میان حرفای آنچنانی میزنن، لافت و شک انداختن. آقای مهران مدیری عزیز که من خیلی دوستش دارم، خیلی دوستش دارم، همیشه هم بهش وایس میدم، با هم در ارتباطیم، بهش تکست میدم، بهش میگم. یه چیزی گفت در مورد اون سری آدما، جواب ایشون برای همون آدمایی که منو باعث میشن یه سری انسان‌های عزیز ایران با شرف ایران ناآگاه قضاوت کنن. ما مخلص شما هستیم آقای میساقی. نه خیلی انقدر صحبتات کامل و خوب بود و ریتم درست از حس می اومد. فکر کنم خیلی از سوالا رو جواب دادی راجع به شرایط استقلال. شاید بیننده ها فکر نمی‌کردن که این برعکسش رو فکر می‌کردن، یعنی فکر می‌کردن خواسته بوده خیلی زیاد، رامین کجاست، چرا نمیاد سر تمرین، اینجوری بوده و درخواست از اون سمت بوده، تو رد کرده بودی. یعنی چیزی که فضای مجازی این چند روزه بوده فکر کنم برعکس چیزی بود. اصلا آقای میساقی من اون روزی که داشتم میرفتم این پیشکسوتای عزیز استقلال که دستشون رو میفشارم، همین پیشکسوتای استقلال برای استقلال میمونن و عزیزن و قابله. تو سالها این تیم رو حمایت کردن، سالها پیراهن این تیمو بازی کردن. امروزه میان به رامین حرفی میزنن. نیم فصل اول که من نیم فصلی که رفتم تنها ترین بودم، پیشکسوتای عزیزی که امروزه در مورد من صحبت میکنن اون موقع اصلا نه حرفی در مورد من نزدن، میگفتن رامین تموم شده. امروزه هم اگه به رامین دارن حرفی میزنن اشکالی نداره، من هیچ ایرادی نمیگم، ولی آگاهانه بیایم صحبت کنیم، بیایم صادقانه صحبت کنیم. این حرفای من رو به عنوان یه عضو کوچک خانواده استقلال که همیشه گفتم من اونجا مهمون بودم آقای میساقی، من اونجا اومدم که فوتبال بازی کنم. یه حرف به شما بزنم آقای میساقی، این حرفم خیلی حرف بزرگیه، من میخوام بگم گذشته‌مو هیچ وقت فراموش نمیکنم. من مشابه اتفاقاتی که تو استقلال افتاد زمان پرسپولیس هم من داشتم. سر تای برانکو دیگه. بله آقای برانکو. من همونجام یه سال قبلش
جنگینی برای قهرمانی، روز آخر اشک هممون در اومد، قهرمان نشدیم، بازی با استقلال اهواز. من گذشته‌ام فراموش نمی‌کنم. بله، با استقلال خوزستان قهرمان شد، بازی راحت. اون سال من رو نیمکت بودم، همینجوری 8 تا بازی سکو جوری منو تشویق می‌کرد، یه جوری معرفت بهم گذاشت که میرفتم تو زمین پاس گل میدادم، گل گریه کردی، پاس گل صنعت نفت فکر کنم. بله. پس من گذشته‌ام فراموش نمی‌کنم. یه روزی هم از اون تیم رفتم. کجا رفتم قطر. اون روزم باشگاه پرسپولیس بر دلیلی تفکر تاکتیکی مربی بود، من رفتم. بیادبی اینو بگم تو این شرایط بد مملکت، اقتصادی مملکت، بیادبی بگم ببخشید مردم، این کلمه از پول، این مقدار از پول از دهنم میاد بیرون. من سالی 2.5 میلیون یورو قراردادم بوده با الدوحیل قطر. من سالی که میخواستم بیام برگردم پرسپولیس مصاحبه کرده بودم، چی گفتم؟ گفتم من یه روزی این معرفت رو فراموش نمی‌کنم. گفتم یه روزی هم بخوام به کمک بخوایم من برگردم، میام کمکتون میکنم. که اون تایم شرایط خوبی هم تو فوتبال قطر حالا به هر دلیلی نبود. من 2 ماه حقوق میخواستم، میشد چقدر؟ نزدیک 500,000 یورو. من قراردادم و اونجا گفتم 2 ماه رو قیدشو میزنم، نمیخوام که بیام پرسپولیس. که اون زمان باشگاه پرسپولیس مدیریت آقای درویش نصف 1 ماه حقوق منو به من پرداخت کردن برای پول رضایت، که من قراردادم خورده 500 میلیون. من رایگان اومدم برای پرسپولیس، به خاطر اون حرفی که زدم اومدم بازی کردم. آقای میثاقی، پس به من این حرفا رو نزنید، به من نمیچسبه این حرفا، به من یه سری حرفا رو نزنید. به خدا من ما هم دل داریم. من میگم یه سریاش خیلی سنگینه. بعد من رفتم، بعد تو که شنیده بودی. من عزیزم رفتم سپاهان، دوباره اون شرایط پیش من، رفتم سپاهان، اومدم استادیوم، اون اتفاقات افتاد که رنجیدم واقعا. من میگم برای من این اتفاق افتاد، برای فوتبالیستی که واقعا جون و دلی میاد بازی میکنه این اتفاقات نباشه. آقای میثاقی، من فوتبالیستی ام که رفتم سپاهان بزرگ، جون و دلی چیکار کنم؟ باشگاه بزرگ رفتم بازی کردم، جون و دلی جنگیدم. آقا بگو غیر اینه، هوادارا من دوست داشتن، منم متقابلا دوست داشتم. مثلا آمار فنی تو مثلا حرفی ندارم. آقا گوش کنید، تعصبشون رو کشیدم، به موقع حرف دلشون رو زدم. جام حذفی قهرمان شدیم، درسته؟ بعد سالا سپاهان. بله. اومدم استقلال، دوباره مهمون بودم اونجا، جون و دلی جنگیدم. چون استقلال میگی مهمون بودم؟ خب به خاطر اینکه نمیتونستم اونجا هیچ وقت بخوام اسطوره بشم، به خاطر پیشینه‌ای که داشتم. چون بک پرسپولیسی داشتی؟ بله، به خاطر پیشینه‌ای که داشتم. منم حالا دو طرفه بوده اون لحظه. من الان بذار این صحبتام تموم بشه، بعدش برمیگردیم به این صحبت شما. چون به عکس بازوبند کاپیتانیت هم بچه‌ها میذارن الان با پیرن استقلال. اینم بگم، من موقعی که برمیگردم باشگاه استقلال رفتم، جون و دل جنگیدم، تعصب پیرنش کشیدم. تو روزی که بودم حرف زدم، از غیرت استقلال گفتم، از دفاع کردم از استقلال. جام حذفی هم دوباره قهرمان شدیم، درسته؟ بله. تو پرسپولیس بزرگ بودم، جون و دل کندم، با تعصب بازی کردم، لوگوشون هم بوسیدم، با شرف بازی کردم. مگه غیر اینه؟ نه. خب چیکار کنم که من باشگاه بزرگ فوتبال بازی کردم؟ میدونم میگن چرا مگه نمیگی چرا خونه یه دونه نمیتونه بمونه؟ چرا نمیتونه بمونه؟ خب من این صحبتایی که الان کردم، خواسته هایی که بوده، مگه اون موقعی که من پرسپولیس می‌خواستم بمونم مگه تونستم بمونم؟ اونا اون مقطع نخواستن. مگه موقعی که استقلال الان می‌خواستم بمونم مگه تونستم بمونم؟ اینا میگی مگه سپاهان خواستم بمونم تونستم بمونم؟ اونا میگی اون وقتا نخواستن. خب نخواستن. ولی نظر راجع به این اکثر رو بگو. خیلی عکس خفنیه. آقا بذار من این چیزی به شما بگم در مورد بازوبند بزرگ استقلال. برای من که افتخار خیلی بود. من اصلا قابل این نبودم، به خدا بعد یه سال فوتبال بازوبند بزرگ استقلال رو به دست ببندم. اصلا من کیم که بازوبند استقلال رو ببندم؟ موقع این بازیکنای بزرگی بازی کردم، بعد سالها توی تیم بازی کنی بازوبند ببندی. آقای ساپینتو شخصا از من خواست، حتی توی صحبتی بوده اولین روز گفته آقای چشمی، آقا رامین کاپیتان اول دوم. من گفتم آقا بازیکن دیگه هستن، آقای ابوالفضل گفت مگه دوست داری کاپیتان بشی؟ مگه گفتم تو پیش بچه‌ها جوونا بودن. گفتم خودش از من خواست که شما کاپیتان من باشید، به خاطر جوونایی که تو این تیم بودن. به خاطر منم گفتم آقای مربی از من خواسته، حالا این لطفو به من کرده ببندم. که من بستم دیدم بعضی از هوادارهای استقلال ناراحت شدن بعد اون اتفاقا، بعد اون باخته، که من به خاطر همون هوادارهایی که حتی 3 نفر 3 شخص اومدن بازی فیصل نمیخواستم ببندم، به خدا نمیخواستم دیگه ببندم، به اصرار خود آقای هردانی، به اصرار خود آقای ساپینتو دوباره بستم. من دنبال میگم برای من خیلی بزرگ بود، ولی من کوچکتر از این حرفا بودم. اینو آقا من نخواستم، به خدا قسم. ولی ته صحبتم این بوده آقای میثاقی، من چه گناهی کردم که رفتم جون و دلی جنگیدم؟ حالا من اگه هوادار رو من لطف داره، اگه هوادار از من میگه چرا باید
با من اینجوری رفتار بشه، مدیریت باشگاه. من شاخصه یه بازیکن بزرگو دارم یا نه آقای میثاقی؟ من میگم قرارداد آنچنانی نه. ما در مقابل بازیکن خارجی که هیچی نمیخوایم، ما در مقابل بازیکن‌های خارجی که هیچی نمیگیریم، در مقابل موسی جنپ و اینا من اصلا حرف نمیزنم در مورد، من هیچ در مقابل هیچ بازیکنی صحبت نمیکنم. من میگم تو ولی میگم در مقابل اینا من میگم چرا زوم میکنیم رو رامین؟ چقدر وای تموم شده. اگه تموم شده بودم که اگه من از روزی که پرسپولیس اومدم بیرون، پرسپولیس بزرگ، من گفتم رامین تموم شده. جنگیدم، غیرت گذاشتم، سختی‌ها کشیدم، اینو بگذر اونو بگذر. بابا زندگی من یه ما زندگی کنید به قرآن نمیدونید چقدر سخته. بله والا آقای رونالدو، کریستیانو رونالدو بزرگ میگفت این نقشه این مپو به شما میدم، شما بسم الله میدونید چقدر شروع کن. کاری نداره که. مخلصیم آقا. رامین دمت گرم، خیلی از سوالای استقلالی‌ها رو جواب دادی به نظرم. این اکثرم که با بازوبند کاپیتانی نشون دادی. من جنبندی استقلالمون قبل اینکه سوال مردم رو بخونم میتونم بگم که فصل اول رامین موفق در تیم بسیار ناموفق در لیگ، قهرمانی جام حذفی درسته برای استقلال به دست اومد، ولی خب تیم خیلی تیم واقعا مشکل داری بود، داشت سقوط میکرد تیم به رقابت لیگ یک و رامین موفق نیم فصل اول مشکل دار با ساپینتو که نمیدونم اصلا چی شکل گرفت، چون ما اینجا باهاش صحبت کردیم خیلی رو تو اتفاقا نظر مثبتی داشت. من باهاش صحبت کردم قبلا، نمیدونم کجا بوده، سپاهان بوده فلان بوده. یه نیم فصل موفق در فولاد و یه جام جهانی موفق. حالا من حدسم این رامین، اینو بگو که بریم یه آیتم ببینیم بعد بریم سراغ مباحث تیم ملی و اینا. من حدسم اینه که شاید استقلال، مجموعه استقلال فکر نمی‌کرد تو این عمل کرد و در نیم فصل، یه جمله است، نیم فصل فولاد و جام جهانی داشته باشی. شک نکنید. قبول داری؟ شک نکنید. و منم میگم برای استقلال به نظرم اشتباه استراتژیک بود. اصلا دستاورد برای استقلال با حضورم در جام جهانی در فولاد آوردم. خب فکر نمی‌کردم تو بری جام 20 میلیارد. آقا فکر نمی‌کرد تو بری جام 20 میلیارد بودم من برم توی فولاد. خب اگه بود که 100 میلیارد. همین رو می‌خوام بگم. آقا 100 میلیون نمیذاش که من بند فصلشو میذاشتم 1 میلیون دلار. تموم شد. قربونت برم من. چرا میای مصاحبه می‌کنی رامین چرا سر تعمیر رامین قرارداد؟ ای قراردادم چرا جریمه من نکردید؟ چه آقا من این حرفا رو گفتم. رامین فقط نه تو عدد نگفتی بهشون. معلومه که توی مذاکرات یه عددی میگی. خب این غیر معمول نبوده؟ خدایی آقا غیر معمول برای چی بوده آقای میثاقی؟ یه صحبتی من کردم، یه قراردادی گفتم. آقا شما همش می مذاکره می‌کنین یه بالای قیمتی میگیرید. اونم یه چیزی میگه بعد به یه چیزی میگه 3-4 روزی که وقتی خبری نمیدن، وقتی زنگی نمیخوره، وقتی مذاکره انجام نمیشه. آقا بگه باشگاه اسلام ما زنگ به رامین گفتیم آفرین. بگن این که آقا سراب به من زنگ گفته اینقدر کم کن، اون که گفته اینقدر. آقا من اصلا قراردادی اصلا سوری بوده، ما قرارداد سال قبل کپی پیست کردیم. پس سرمربی نمیخواست تو رو. آخه جوری که رفته جلو، تمام صحبتایی کردم خود هوادارا بگن. اگه منو میخواست رفتارش اینجوری بود، من بعد آقا روزبه مگه نگفتم من الان صحبت میگم شب خبر میگم تا به من تا از آقای چشمی ناراحت شدم بعدش. که خبری دیگه جزئیات ماست دیگه، ولش کن. عالی دمت گرم. مرسی. ما از رامین بخشای مختلفی داریم که خدمتتون تقدیم می‌کنیم. گلای جام جهانی شو اینا رو می‌خوام خودش روش صحبت کنه.